پریسا تنپوش. وقتی داشتم از اینجا رد می شدم، چیزی که برام خیلی جلب توجه کرد مدل لباس پوشیدن پریسا بود. انگار از تو کارتونا می اومد. موهای فرفری خوش رنگ با یه گل خوشگل توی موهاش. به قول خودش همه این لباسا قصه داشتن. وقتی از خونش تعریف میکرد که یه کلبه چوبی رو پشت بومه و صدای بارون رو میشنوه، به این فکر میکردم که چقدر آدم میتونه هنرمند باشه که همه چیزای دنیا براش قشنگ باشه و از همش کیف کنه. مثل زهرا. پریسا میگفت زهرا شبیه عروسکه. راست میگفت. عشق و شوری که زهرا و پریسا داشتن اونجا رو پر از عشق کرده بود. مطمئنم اگه از این بوتیک جذاب و دوست داشتنی لباسی خریداری کنید، حتما همیشه نگهش میدارید، چون هویت داره، چون داستان داره. من فکر میکنم این داستان هاست که به همه چی هویت میده. قصه شما چیه؟